برای درست کردن یک املت سیب زمینی خوشمزه، مقداری روغن رو میریزم داخل مایتابه، بعد مقداری فلفل رو به روغن اضافه میکنم. سیب زمینی های اسلایس رو به این حالت روی روغن میچینم تا قشنگ کف مایتابه ما خوشگل بگیره. یه طرف سیب زمینی که سرخ شد برمیگردونیم تا طرف بعدیش هم قشنگ برشته بشه. 3 عدد تخم مرغ رو میشکنم و بهش اضافه میکنم. بعد به این حالت تخم مرغ رو قشنگ پخش میکنم تا کلا روی سیب زمینی ها بگیره. حالا مقداری نمکم بهش اضافه میکنم، مقداری هم دوباره فلفل سیاه، مقداری پنیر پیتزا هم بهش اضافه میکنیم. به این حالت در ظرف رو میذاریم. حالا در ظرف رو بر میداریم، به این حالت بر میگردونیم. و بعد میذاریم داخل یه بشقاب. به این حالت هر جور که دوست دارید میتونید تزیینش بکنید. یه مقدارم اگر دوست داشتید میتونید سس هم روش بریزی و نوش جام بکنید.